ندارم باورم قرین ترین کنارم ای مادرم مهرافرم جز تو ندارم باورم قرین ترین کنارم دور از گلی روی مادر به عطری خوشبوی مادر آشفتم سلام دوستان، ما قرار داریم در باغ نعیم بابا در استریتل برای تبریک کردن دلربا خاله که جشن زادروز دارند. از نام فرزندشان خوشوقتک که در مسافرت هستند امروز سورپرایز رو تیار کردیم و از نام اهل عائله‌شان، از نام خوشنودک، از نام خوشوقتک، از نام فریزایتی، از نام دوران جان، از نام کلیم پاشا نبره‌های شیرین امروز مادری عزیز را در روز خورسندیشان تبریک میگویم. همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. البته با شبکه ما رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان این خانواده، مهمانان باغ نعیم بابا و امروز این باغ زیبا خوش آمدتان میگویم. امروز جشن زادروز دلربا خاله جانی بسیار هم فعال، یک خواهر فعال ما جشن گرفتیم، مخلصه بهترین ما. البته امروز جشن زادروز دارم برایشان تا قرصک زنه میارزد. مرحمت دلربایتی مرحمت پیشان با شما تکلیف میکنیم. امروز خواستیم شما را در روز خورسندیتان تبریک گوییم. مرحمت دلربا خاله نزدیکتر میستیم. زادروز مبارک. مهمانان عزیز، دلربا خاله انسانی خوش‌شخصیت، انسانی صمیمی، انسانی خاکسار، دلیاب هستند. ما در چندین راه‌های دور همراهشان هم صحبت شده رفتیم آمدیم. برای همه خدمت و مهنت بی‌منت خود را میرسانند. برای فرزندان باشد هم پدر هم مادر شده آنها را کلان کردند، صاحب بخت، صاحب عائله کردند. امروز باشد دلربا خاله شما را از نام فرزند راهدارتان که در روز خورسندی شما همراه شما نیستند از نام شخصا خوشوقتک تبریک میگویم. گفتن از نام من، از نام برادرم، دادرم، خواهرم، ینگا پاشام، از نام نبیره هایشان، مادر مهربانی من، مادر یگانه من، در حیات من یگانه شخصیت مهربانترین زن دنیا را که برای ما چقدر عذاب‌ها کشیدند، برای ما چقدر مشقت‌ها کشیدند، انا همون زن را رفته تبریک گویید. تمامی هستی خود را، جوانی خود را برای ما فدا کردگی انسان، مادر مهربانی من. از نام خوشنودک، خوشوقتک، فریزایتی، پلیس فدایتی و البته از نام دوران جان شما تبریک میگویم. میگویند رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد، رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد، سیم و زر را برکشیدم قیمت مادر نشد. آنچه خوردم هر لذیذ در تمام عمر خود، لذت شیر سفیدش قیمت طلا نشد.
صد هزاران صوت و سازی جمع کردم آنقدر هیچ نوایی فارمه چون علیه مادر نشد. امروز همراهی خوشوقتک هم صحبت شدیم، گفتن مادری من ما که دیر از پدر جدا شدیم و البته از آن روز خودشان را به جهت مردی گرفته ما را به وای رساندند. زندگی پستوی بلندی های خودش را نشان داد برای مادرم. انا همون پستوی بلندی ها به مردانوار ایستاده ما را از هیچ کس کم نکرده، خودشان باشد تمام آن مهنتی سیاه باشد مهنتی حلال کردن ما را به وای رساندند. هزار رحمت بیجانم به رسانید که مانند خودشان یک زنی عاقله، یک دخترک خانگیر برای من انتخاب کنن و توی شود. باز انیم برای مادرم، برای اهل خاندانمان روزهای خورسندی پی هم باشد. روزهای بدی که گذشت پسی سر مانده باشد و همیشه در دوام عمر فقط خوشی خورسندی زندگی را ببینیم. امروز زادروزتان مبارک. امروز از نام فرزندان برایتان میگویم میرسد فورم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. من در دوام حیات خود با کدام چیزی که صاحب شدم با دعای تنها مادرم به هزار رحمت بودگیشان با شکرانه میگویم و هیچ وقت یگان در خیال ما نمی‌گنجد نبودنی مادر را. همیشه باشند، صحت سلامت باشند، زادروزشان مبارک. یگانه شخصیت در حیات من مهربانترین زیباترین زن دنیا مادر است. برای مادر عزیزمان گلدسته زیبا را تیار کردیم. مهمانان عزیز برآورد قرصکی بلند زنیم اگر گلدسته را برای دلرباخولا بسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. از نام دخترشان از نام فریزایتی باز یک تحفه است برای مادر جان عزیزشان. مرحمت. مبارک باشد. فرینوش بانو برای آنا جانشان تحفه هستند از خداوند کریم. از همه تحفه بی‌بهاترین این فرزند و نبیره است. دلربا خاله اینا بینید که حیات پستی بلندی داشته باشد هم این خیلی شیرینی ها دارد. برای شما هم خیلی سیاه چشمان در اطرافتان پروانه هستند. خدا کند که فرینوش بانی هم کلان شود، به درد و غم شود و در روز زادروزی شما 120 سالگیتان با علم خیلی باز تبریک کرده از نام اهل عائله شما تبریک کردن نصیب کند. زادروزی همه شمایان رو مبارک باد میگویم. حاضر باشد برای شمایان یک شیرینی زیبا را تیار کردیم. پیش از آن باشد برای امروزه فرینوش تپسک های زیبا پرسیمو بایمه. مرحبا. مرحبا. برسمادایتی فریزایتی و نزدی مادر جان نزدیکتر میستیم. نایم بابا شما یک تا شیرینی هم برای ما آواز بید. نایم بابا. مرحبا. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много света.
مهمانان نزدیکتر بستیم. خدا عمر چولیانا را دراز کند. در سری فرزندان همیشه سایبان شده گردند. شما برادری مهربان و خبرگیرک خاندان هستید. برای خواهران خبرگیرک، برای خواهران البته انسانی هستید. می‌خواستیم که برای امروز دلربا خاله سخن‌های تبریکاتی را شنویم. بعد در اینجا یک تحفه اتان بوده است برایشان می‌سپاریم. مرحبا. ساعت بدرو سلامت باش سری بچه خوبه دیو گپ نه سلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمده به درگاهی ملامتون امانات روزتون مبارک باشه الهی ساعت بدروی سری فرزنداتون به ساق سلامت باشه این از نام ملامتکم یک توفه نو ارزنده باشه و قرصک زنه سلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده امروز زادروزی خالملان خالملای لها 100 ساله شوه بعد از اون پیر شوه هیچ گاه درد و غمی دنیا را نبینه همه وقت مثل حاضره خوشچخچک دل سفید شیرین سخن تا ابد بمانه هیچگاه از لبانتان خنده دور نگردد همه وقت قطار خوارکاتون به خوش و خورسندانه گرده سری فرزندکاتون به هم پدر هم مادر شده کوهی بلند شده گشتنه از خدای مهربان برای شما میپرسیم الها 100 ساله شوید زاد روز مبارک باشد سلام علیکم مهمان عزیز خوش آمدید در زادروزی بیملا جانم الهی ساعت 100 ساله شوند چی نیت که داشتگی باشن نیت شما رسد اما چی کندگی دیدگی باشن روزایی نقص ببینن بیملا الهی سری ما به ساق سلامت گرده چی نیت که داشتگی باشن نیت تو برسه انو میخشندم از نام وقت دوران همهاشون تبریک میکنم تونم مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم رحمت تشکر میگویم. البته دلربا خاله امروز از نام دخترک نازنینتون از نام فریضایتی شما را تبریک میگویم خوشبختی سعادتمندی را البته صحت سلامتی را برایتان آرزو میکنیم تمنا داریم همیشه صحت سلامت باشید زادروزتان مبارک معلمه که اینجا و تبریک میگویند مرحمت برادرانی از جماعت من امروز ما بر روز تولد خواهر عزیزم جمع آمده ایم از این فرصت استفاده برده من خواهرم را تبریک و تهنیت ها میگویم دلربا 100 ساله شو و بعد از آن پیر شو حضوری همین نیوراتا حضوری بچه ها بین خدا تو بعد چقدر از آن کشتگی وقتی یاشید با خدا اکن تو با دولت پیری تیایو دیگر همه وقت خوش و خرسند شده گرد باز یک باری دیگر تبریک میکنیم رحمت قبط را خوش رابین جان مادرزانم مادرم خیلی دوستم میدارم برای تو یگانت فرد زن خانت رخصت دادرم علی لوی استوان آس ببری دو دو دادر کاین دادر آیه کاین دادر سور خود ساز بدایت ملدس السلام علیکم مهمونان بزبانان امروز من تبریک میکنم شما از صد بعد روی خوشافیر 4 قطار اشوله من برای شما مادر چراغ دیدم تو سر نویشتی به غباری من همخن صد بعد روی خوشافیر همخن شعر و ما تبریک میکنم شما رحمت ملدس رحمت اکنون علمین تگی سایبه گذشته یک جای رقص بازی کنیم برای دلربا خاله برای امروزه صاحب جشن زادروزتان مبارک میگوییم مرحمت سرودهای شوق یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم زادروز مبارک میخونم؟
Dada kalın kadı. Diva kelin kadı. Rahmat. Proje. Enesi. Beni bacayı beton taşkent maguş amade don ab bize de bakış nes tavcik mi yaz bekon Tatlı çoşuma Duhtar özbekon Hep yöfene Oh şirin zamma Anı balanı madde vattı tavcik çege parvattı Ne kuco kuco de başını kat parvattı خوش آمدید نغزمی کار سلامتید ناله کنم نمیشه همدم بودم نمیشه دردگی دل آزاره دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدم بودم نمیشه چکی بالا نبی شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را
خوش آمدت نغمه کر سلامتت که ای بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغمه کر سلامتت که ای بازن آمدت ای بچه خوش آمدت کجا شما دختر راست بکن بیا کنه آخ شیرین زبان انو بلن مدواده تاجیک چه گپر واده ده کجا کجا ده باشم نقطر واده Oh
مسکوسه نکنیم کجا شما؟ بیا تلگرام نه الو تلگرام و بیننده های عزیز، امروز یکی از مخلصه های بهترین، یکی از زنهای خاکسارترین دهه آهلیک را دلربا خاله که انسانی خوش‌شخصق، انسانی صمیمی هستند. برای هر آن انسان ها البته یک خل انسان هستند. سزاواری با حرفای کلان نام انسانی جشن زادروز داشتند. تبریک کردیم، دلربا خاله را خرسند کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. البته خودت یاد کنید. رحمت دلربا خاله صد بدرود.